آیا مرغ میتواند پرواز کند؟ بله. چه زمانی؟ زمانی که مجبور باشد. آیا انسان معتاد میتواند ترک کند؟ بله. چه زمانی؟ در دو زمان. یک، زمانی که شخص ببینه واقعا اعتیاد داره بهش آسیب وارد میکنه، خیلی داره اذیت میشه و با آگاهی پا بذاره رو ترساش، از اعتیاد بیاد بیرون، بره سمت درمان اعتیاد. دو، زمانی که تو به هر دلیلی ترک نمیکنی و خداوندی که قول بست جهان، قول گسترش تو رو داده، سگا رو میفرسته دنبالت. حالا سگای خدا چی ان؟ آسیبا و تخریبای اعتیاد. اول دندون تو خراب میکنه، بعد کار رو ازت میگیره، بعد خانواده رو ازت میگیره، یا برای دخترت خواستگار میاد به خاطر پدرش مصرف کننده بوده رد میشه. این بزرگترین درس خودشناسیه که انسان هیچ راهی جز رشد کردن نداره. یا به زبون خوش خودت ترک میکنی، یا به زبون ناخوش خدا ترکت میده، یا زیر تخریبا و آسیبای اعتیاد له. حق انتخاب با خودمونه. تو پیجم اطلاعات ارزشمندی در مورد درمان اعتیاد گذاشتم، دوست داشتی دنبال کن.